اوستا جونه من املت درست میکنم بو ذوق میده. چه کار کنم یه املتی درست کنم همه لذتشو ببرن؟ این که کاری نداره. این قلبو قرمز کن، بیا یه املت روسی بهت آموزش بدم. تا الان هیچ که بهت آموزش نداده باشه. تا انتهای این آموزش با من باش. برو بریم. ابتدای کار پیاز و فلفل دلمه رو خلال نازک بزن و گوجه ها رو حلقه نازک بریز تو مایتابه و گوجه ها رو بچین روش. رو حرارت کم 5 دقیقه به زمان بده تا آب پیاز رها بشه. بعد 5 دقیقه به ترتیب نمک، ادویه کاری، زردچوبه و فلفل سیاه رو بهش اضافه کن و بعدم روغن رو بهش اضافه کن و دوباره 5 دقیقه بهش زمان بده. وقتی قشنگ مواد داخل مایتابه سرخ شد، دونه دونه تخم مرغ رو بشکن روش و دوباره 1 دقیقه بهش زمان بده. بعد بستن سفیده ها یه املت حرفه‌ای خوشمزه دادیم. این ویدیو رو بفرست برای رفقات تا اونام لذتشو ببرن. نوش جونت رفیق.